معاون رئیس نویای سیردریای ازبکستان اوید به رشد صنعت و ساختمان نورعلی میرزویف و سردار شعبه آبادانی این نوعیه ناظر مرادوف روز 14 ایون با خواهش خود از مقامهایشان استعفا دادند. در این باره نشریه خبرهای سیردریا از قبل خدمات مطبوعات حکومت سیردریا خبر داده است. اسم این منصبداران محلی در پی نشر ویدیوی در یک طربخانه با رقاصه های نیم اوریان استراحت کردنشان ورد زبان ها شد. در ویدیو دیده می شد که به نزد منصبداران که در طربخانه خوراک شام می خوردند یک گروه رقاصه ها با لباس نیم اوریان حاضر می شوند و برایشان می رقصند. منصبداران خوشحالانه این لحظه ها را با تلفن به نوار می گیرند و به رقاصه ها پول می چسبانند. این ویدیو در بین کاربران ازبک چنان سر و صدای زیاد به پا کرد که مقامات حکومت ولایت سیردریا مجبور شدند که در کانال رسمی خود در تلگرام کانال در این باره شرح رسمی چاپ کنند، ولی شرحی که عذر بهتر از گناه را میماند. بنا به فرضیه مقامات گویا به منصبداران این رفتار رقاصه ها خوش نآمده است و آنها به رقاصه ها پول داده از آنها خواستند که تالار را ترک کنند. ولی در ویدیویی که نشر شده است دیده نمیشد که منصبداران از پیدا شدن و برایشان رقصیدن رقاصه های نیم اوریان گویا ناراحت شده باشند. برعکس دیده میشد که آنها با خوشحالی برایشان رقصیدن رقاصه ها را با تلفن به نوار میگیرند و به آنها فعالانه پول میچسبانند.